لایحه آنلاین وارد سامانه عدلیران بشید، گزینه ابلاغ الکترونیک و نسخه جدید رو کلیک کنید. از بین گزینه‌های موجود سامانه خدمات قضایی من رو کلیک کنید. بعد از کلیک خدمات قضایی آنلاین به شما نمایش داده میشه که گزینه چهارم ثبت لایحه است. ثبت لایحه رو کلیک کنید و اولین گزینه رو انتخاب کنید. بعد از انتخاب ثبت لایحه جدید موضوعات به شما نمایش داده میشه. توجه کنید موضوعات در حال حاضر محدود هست و موضوعاتی که خارج از این موارد ذکر شده است رو باید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنید. در هر صورت هر موضوعی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید. ما در این ویدیو موضوع درخواست مطالعه رو انتخاب میکنیم. شرایط رو تایید کنید و به مرحله بعد بریم. در این مرحله باید اطلاعات پرونده رو وارد کنید. شماره پرونده رو وارد کنید، سپس ردیف فرعی رو انتخاب کنید. توجه کنید ردیف فرعی در مرحله شورا 1، دادگاه 2، اجرای احکام 3 به همین صورت اضافه میشه. برای انتخاب مرجع قضایی هم نام شهر رو انتخاب کنید و سپس واحد قضایی مستقر در اون شهر رو انتخاب کنید. سپس گزینه صحت سنجی رو بزنید. بعد از صحت سنجی اگر اطلاعات شما درست باشه نام شعبه و شماره بایگانی رو به شما نمایش میده. در ادامه تصویر امنیتی رو وارد کنید و بررسی و تایید اطلاعات رو بزنید. بعد از زدن گزینه بررسی و تایید اطلاعات متن لایحه به شما نمایش داده میشه. توجه کنید متن قابل ویرایش و اضافه نمودن ضمیمه نیست و باید همین متن پیش‌فرض رو انتخاب کنید و به شعبه ارسال کنید. سپس باید هزینه لایحه رو به صورت آنلاین پرداخت کنید. یکی از درگاه‌های الکترونیک رو انتخاب کنید و پرداخت اینترنتی هزینه رو کلیک کنید. بعد از وارد کردن شماره کارت و پرداخت موفق بر روی گزینه من پرداخت کردم کلیک میکنید و در ادامه لایحه رو امضا و ارسال میکنید. بعد از ارسال موفق میتونید چاپ لایحه رو بگیرید. لایحه به صورت PDF هم قابل ذخیره کردن هست هم قابل